سلام، من جواهر قافلی هستم، مدیریت مجموعه باتاب. دعوت کردم از بهترین و یکی از بهترین دوستان البته نابی که 2 سال اخیر خیلی کمکم کرده و کنار سختی های من بوده. میخوایم بدونیم که نجم نخعی کیست و چطور مسیر موفقیت رو طی کرده. ما میخوایم یه گفتگوی چند دقیقه‌ای در مورد این مسیر داشته باشیم. ممنونم از جواهر عزیزم. نجمه نخعی هستم، مدیریت سالن زیبایی سرخاب. همینطور که خیلی از عزیزان میدونن من از 18 سالگی سالن زیبایی دارم و الان 20 ساله که توی این حرفه مشغول به کار هستم و از سال 84 تقریبا استارت کار زیبایی رو و کار کردن در این حیطه رو من داشتم. چرا سرخاب؟ قبول داری که سالن زیباییت یکی از بهترین سالن‌های منطقه و تهرانه؟ چرا سرخاب؟ اگه منظور اسم سرخابه که یکی از اقلام آرایشی ایرانیان قدیم بوده دیگه، هنوزم که هنوز سرخاب، سفیداب، وسمه، سرمه، حالا چیزایی هستش که در ادامه هست. 7 قلم آرایشه و یکیش سرخابه. خیلی دوست داشتم که یه اسم ایرانی اصیل روی سالن زیبایی بذارم و اینکه از رنگ سرخاب، رنگ صورتی مایل به بنفش، این رنگو خیلی دوستش دارم و اگه دقت کرده باشی تمام اصلا شخصیت خود شخصیت بنفش و سرخابیه. آره. من میخوام کمی از گذشته شروع کنم اگر موافق باشید، اگه دوست داشته باشید در مورد گذشته خودت بیشتر بدونیم و بعد کم کم بیایم مسیر کارآفرینی رو به مسیر کارآفرینی برسیم. دوست داری در مورد گذشتت بگی؟ چون من بیشتر در جریان هستم ولی ما مخاطب هامون رو نیاز داریم که بیشتر در مورد شما بدونن. گذشته خب میدونی به چند بخش تقسیم میشه. اگه منظور از گذشته کاریم باشه، از ابتدای کارم، خب مثل همه خانم‌های موفق و مستقل که با سختی‌های زیادی روبرو میشن، من تلاطم‌های خیلی زیادی رو توی زندگیم تجربه کردم که خیلی از دوستان در جریان این داستان هستن و از نزدیک لمس کردن. اما اگه از گذشته کاریم بخوام بهت بگم که خب من قبل از 18 سالگی، یعنی یادم میاد که در سنین حتی 13, 14, 15, 16 من توی اون سنینم کار کردم و اکثر دوستان قدیم من همیشه اینو یادشون هست و همیشه هم بهم میگن که یادته مثلا منو آرایش میکردی توی اون سن، یادته که مثلا من میومدم موهامو میبافتی، یا خیلی توی سنای کم من حتی عروس آرایش میکردم. خواهرم آرایشگر بود ولی خب توی یه محیط کوچیک زندگی میکردیم و خیلی امکانات زیادی در دسترس نبود. اما یه بار که حالش بد شده بود، سرش درد میکرد، گفت میتونی این عروس رو آرایشش کنی و اونجا دقیقاً یادمه که 13 سالم بود. منم گفتم آره، اصلا فکر نکردم به این که میتونم یا نمیتونم، فقط گفتم آره و شروع کردم به آرایش اون عروس و خیلی جالبه که بعد از اون تمام سفارشاتی که میگرفت میگفتن که میشه خواهرتون آرایشمون کنه، فکر کن توی اون سن کم. خب بالاخره منم مثل خیلی دوست داشتم تحصیلات آکادمیکم اول شروع کنم و دوست داشتم که بالاخره یه مدرک آکادمیک داشته باشم. بابام خیلی علاقه داشت که من تحصیلاتمو بگذرونم چون همیشه شاگرد اول بودم و معدل خیلی خوبی هم داشتم. دوستام همیشه میگن ما فکر میکردیم که تو مثلا پزشک میشی، وکیل میشی، ولی آرایشگر شدم و افتخار میکنم به این موضوع. من آرایشگری رو انتخاب کردم چون که احساس کردم که توی خونمه و از همون ابتدا میدیدم تهاجم این حس زیبایی رو تو خودم میدیدم. دوست داشتم زیبا شناسی و جالبه که وقتی کتابخونه میرفتم، وقتی کتابی رو برمی‌داشتم مطالعه درسیم، در کنار همه کتابای مطالعه درسی یه کتاب زیبایی پوست و مو همیشه کنار کتابای من بود و دوست داشتم که تو این زمینه اطلاعاتم بره بالا. اشاره به کتاب داشتید که خیلی علاقه به کتاب دنیای تصویر زیبایی داشتید. کتاب شعری رو داری که دل نوشته است. میخوای در موردش صحبتی داشته باشی، بیننده ها بدونن که شما یکی از کسانی هستی که کلا شخصیت عاشقی داری. من میگم
اگه بخوای سالهای زندگی منو بررسی کنی خیلی عجیبه. من همزمان درس میخوندم، همزمان شعر میگفتم، همزمان توی کنگره های شعر دعوت میشدم، شرکت میکردم. خب اسمم توی چندین کتاب برتر شاعرهای نیشابوری ثبت شده و توی مجلات نیشابور خب خیلی شعرهای من ثبت شده و در ادامه بگم که من اصالتا نیشابوری هستم و زادگاه هم باغشن زبرخان هست و با افتخار اینو میگم که من یه نیشابوریم و به نیشابوری بودن خودم میبالم. عالی هستند. یه کتاب داری یا 2 تا نجمه؟ ببین من یه کتاب چاپ کردم و دومیشم که میدونی در رأس چاپه. اولین کتابم که چاپ شد همیشه خوب میبینم. یه برگزیده از چند تا ترانه هامو، مثنوی‌ها و غزلام نیست، فقط ترانه هامو در قالب این کتاب آوردم و چاپ کردم و تعداد زیادی هم چاپ نکردم. فکر کنم حدود 1000 تا تیراژ داشت، زیاد نبود ولی خب خیلی زود فروش رفت و خیلی استقبال شده ازش. خیلی و زیاد. کتاب دوم؟ کتاب دوم الان دوباره ترانه است، منتها بخشیش غزله. نجم نخعی رو اگه قرار 2 تا ویژگی و صفت اخلاقیشو بگی، چه رفتار بارزی و چه اخلاق بارزی داره و چه اصلا صفت بارزی داره؟ من زیادی شفافم و شفافیت رو از طرف مقابل من میخوام. همیشه گفتم که صداقت و خوشقولی جزء خط قرمزهای منه و خدا رو شکر این 2 تا رو همیشه داشتم. ولی من یه ویژگی رو در تو خیلی میبینم. همیشه هم میگی سالها تو عاشقی و عشق رو فقط در کار نمیبینی. یعنی عاشق غذا پختن، اگه غذا میپزی عالی میپزی، اگه لباس میپوشی سعی میکنی لباس رو بهترین رو انتخاب بکنی، حتی به در دیوار خونت، حتی به رنگ انتخاب مبلت. عاشق پرسنل کاریتی، عاشق کارتی، عاشق خلق کردنی. و 2 اینه که آرامش داری. یعنی کلا فکر نکنم مثلا خیلی عصبی بشی، یعنی مدیتیشنی و من فکر میکنم در عین مدیتیشن و آرامش و خونسردی حتی اگه لازمه یه عکس العمل خیلی هیجانی نشون میدی، اونو خیلی با آرامش انجام میدی. ولی انجامش میدی. این خیلی عجیبه. من به عنوان یک مدیر مؤسسه فرهنگی هنری، چون بالاخره با انواع آدم‌های و مدیران با صنف‌های مختلف سر کار دارم، هیچ موقع فکر نمی‌کردم نجمه که بیام یه سری درس‌های مدیریتی رو از تو یاد بگیرم. توی سالنت ها، توی سالن عشق کجای کارت میتونی تعریف بکنی؟ عشق و موقعی میخوام تعریف کنم تعریفش کامل میشه که وقتی میگم سرخاب بدون تعطیلی. آره همیشه پیاماش برامون میاد. بدون تعطیلی. ببین من عاشق کارمم و میگم اگه قرار یه خدمت دیگه کار خدماتیه، اگه قرار خدمتی رو من برای مشتریام در نظر بگیرم، تو اون تایم باید در نظر بگیرم که مشتری من فارغ از هیاهوی شغلیش الان میخواد به خودش رسیدگی کنه. خب یه تایم تعطیل داره. حالا توی اون تایم تعطیل منم اگه تعطیل باشم، اگه سرخاب تعطیل باشه، اون نمیتونه به کارش رسیدگی کنه و از اون جایی که خب اکثر آرایشگرا ایام عید نیستن، جمعه ها نیستن، تعطیلات رسمی نیستن، ولی حالا با توجه به منطقه‌ای هم که الان هستم خب همه اداریه و خانوما خیلی سخت میتونن انتخاب کنن یه ساعت یه تایمی رو بخوان مرخصی بگیرن از سر کارشون، بیان کارشون رو انجام بدن که کماکان این کارم انجام میدن. اما بدون تعطیلی بودن سالن من واقعا نشانه علاقه و عشق منو به مشتری و به کارم داره نشون میده که دوست دارم این خدمات رو تو روزهای تعطیل برای مشتریان داشته باشم. این هم به دلیل اینه که خدا رو شکر البته خودت میدونی و سرتیفیکیت های منو دیدی، به این دلیله که من توی همه لاین ها تسلط کامل رو دارم و این خیلی کمک میکنه که بتونم ایراد کار رو در بیارم که آیا این مشکل قضاوت درست داشته باشم که آیا این مشکل که الان پیش اومده اگر پیش بیاد ای بس پرسنل منه یا مشتری. برای اینه که چون توی همه لاین ها اچاف کامل دارم میچرخم و مشکلات رو بررسی میکنم و سعی میکنم که همه چی درست پیش بره و چیزی نیفته. قانونمندی و تو لحظه هم تصمیم میگیری. چه خصوصیتی داری که
یعنی اگر اون لحظه ببینن نجم نخعی دیگه وای اینو گفت یعنی خطرناکه. یعنی فکر میکنین چه ویژگی خطرناکی داری اصلا؟ این که ببینم از رفتار من، از محبت من سوء استفاده شده، حتی راجع به کار، یعنی توی حتی حیطه کاری خب پرسنل من فکر کنه که من میتونم یه مواردی رو اغماس کنم. اصلا اتفاق نمیفته اگر برخورد نامناسبی با مشتری صورت بگیره یا پشتیبانی نداشته باشن یا اینکه در مورد مهارتشون کم بذارن برای مشتری. خب اینا واقعا خطرناکه. در مورد پرسنل صحبت کردیم. چیزی که من گفتم تو مدیریت ازت یاد گرفتم این بود که یکی اینی که تیم ورک خیلی خوبی داری. پرسنل های قدمت 10-15 سال خیلیه که مثلا الانی که نسل زد اصلا قابل کنترل نیست. پرسنل همه 10-15 سال دارن کار میکنن، خیلی یه دست دارید با هم صحبت میکنید، به همون اندازه که خیلی جدی تو نگهداشت پرسنل در فعالیت میکنی و خیلی قوی، و همون اندازه میتونی تو لحظه اخراج کنی. همیشه برای من عجیب بود، من نمیتونستم و همیشه نگاه میکردم میگفتم چقدر این خودخواهه و چقدر داره یه جوری ظالمانه داره یه نفر رو اخراج میکنه تو یه لحظه. اما بعدها البته با خودت هم که صحبت میکردی میگفتی خب همینه، یعنی این تجربه 10-15 ساله. بعدها من به این نتیجه رسیدم که بحث اخراج نیرو میتواند توی یه لحظه اتفاق بیفته بدون هیچ رو درواسی. این یه ویژگی خیلی خوبته. یه دونه از سمینارهایی که خودت برگزار کرده بودی و من مثل همیشه من لطف داشتی مهمان ویژه‌اش بودم، یکی از اون سخنرانایی که اومد صحبت کرد یه حرف خیلی جالبی گفت و اونو من آویزه گوشم کردم. دقیقاً نمیدونم بگم چه سالی، ولی فکر کنم 7 سال پیش 8 سال پیش. گفت آرایشگاه شما صندوق خیریه نیست، بیرحم باشید در مقابل اخراج پرسنل. این بیرحم باشید نمیخوام حالا کلمه متحجر استفاده کرده باشم که خیلی ها بگن ها یعنی چی بیرحم باشید. این بیرحم در این مورد که اگر یه پرسنل داره به کادر آسیب میزنه، به کار آسیب میزنه، به من آسیب میزنه، به ثبات مشتری من آسیب میزنه، یعنی مشتری منو داره کاری میکنه که از مجموعه من فراری بشه، من باید اخراجش کنم، باید باش خداحافظی کنم. و اصول کار همینه، من نباید دلم بسوزه یا صرفاً به خاطر اینکه با این پرسنل یه خوشوبشی داشتم، یه حالا نشستی داشتم، چه میدونم یه به قول معروف نون و نمکی خوردی بخوای اینو نگهداریش کنی. نه، اصلا موافق این قضیه نیستم. و اگه دیدی پرسنل، من اینو به همه همکارام هم میگم، صحبت دوستانه است که اگر احساس کردید که پرسنلی به اون اعتبار شما داره آسیب میرسونه، خواسته یا ناخواسته، میتونید باهاش خداحافظی کنید. آره، در حالی که این مخصوصا حالا نمیدونم چه ویژگی داره کار کردن تو سالن‌های زیبایی، حالا شاید اون حاشیه‌های کوچیکی که همیشه همراهشه، خاطرهایی که تعریف میکنن، حالا یا وجه مشترکایی که با هم دارن، همیشه تردد نیرو زیاده اصلا تو سالن‌ها. درستش هم و حاشیه زیاده، میرن کار دیگه‌ای میزنن، نمیدونم مشتری رو میبرن و هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه بیفته. اما تو سالن شما این ویژگی رو داره که اون تیم ورک اتفاق افتاده و یکی از ویژگی‌هاش همون قدمته، بچه‌ای که باید کار میکنن. آره، ولی میگم در شرایطی میبینی که طرف 2 ماه 3 ماه بیشتر نیست با هم همکاری میکنی یا بعضا 6 ماه با هم خداحافظی میکنی، به این نتیجه میرسیم که نمیتونیم کنار هم کار کنیم و به همون دلایلی که بهت گفتم. 2 سال پیش دیدم که از بلاگری استفاده کرده بودی برای تبلیغات سالنت. خب اول برام عجیب بود انتخاب بلاگر، چرا این بلاگر، ولی بعدش خب تحسین کردم، دیدم که با حجم سالن زیبایی این همه ریسک با ریسکی، یعنی میتونی ریسک رو بپذیری، همیشه تبلیغات بیلبوردی رو داری تو منطقه، بالاخره هزینه میکنی، برات کارت مهمه. و اینکه الان جدیداً هم وارد بخش در واقع استفاده کردن از بلاگرها اینایی شدی، خب این علامت خوبیه. یعنی اینکه من دوست دارم سالنم گسترش پیدا بکنه، دوست دارم دیده بشم، دوست دارم گسترش میدم و من باز هم شنیدم که داری گسترش میدی. داری چیکار میکنی؟
من یه لاین جدید دارم به سالنم اضافه میکنم که انشالله برای افتتاحیش یه سورپرایز خیلی خوبم دارم. حتما توی پیجم میذارم. این سورپرایز یه هدیه است برای مشتریانی که فالوورم هستن، توی پیجم حضور دارم. بخش اسکالپ اسکراب رو دارم بهش اضافه میکنم و بخش اسکین کیرم رو دارم خیلی خیلی به روز و فعال سازیش میکنم و بخش ماساژ بدن توی پیجم میذارم. این سورپرایز یه هدیه است برای مشتریانی که فالوورم هستن، توی پیجم حضور دارم. بخش اسکالپ اسکراب رو دارم بهش اضافه میکنم و بخش اسکین کیرم رو دارم خیلی خیلی به روز و فعال سازیش میکنم و بخش ماساژ بدن این بخش رو دارم توی سالنم راه اندازی میکنم و هیچ گونه دخالت پزشکی در امور پزشکی نداره و کاملا کار مراقبتی هست. مثلا میخوای به کجا برسی؟ این همه گسترش، این همه تلاش، این همه دوست داری تو زندگی به کجا برسی؟ من دنبال شعبه زدن نیستم. دقت کردی خیلی تا به مثلا آرایشگاهشون مشتری بیشتری پیدا میکنه یا یه ذره پیشرفت میان شعبه میزنن. من خیلی دنبال این قضیه نیستم و فکر میکنم که اگه من با همین برندی که دارم، همین برند رو بیام مشتری مداری درست ارائه بدم و تمام لاین ها رو داخلش داشته باشم و قوی کار کنم، این برای من بهتر از اینه که چند تا شعبه داشته باشم و مثل حالا بعضی اتفاقاتی که بین همکاران متاسفانه میفته و میبینم که ضعیف میشن، چون که تسلطشون نسبت به اون مجموعه کم میشه، از بین میره و متاسفانه مجموعهشون دچار لغزش میشه. ولی خب من دوست دارم که همون سالونی که الان دارم رو ارتقاش بدم، قوی کنم و پاش کود بریزم، این درخت همینجوری بالو پر بگیره، هر دفعه یه شاخه جدید، یه میوه جدید، یه فعالیت جدید من به سالنم اضافه کنم. خیلی هم سخت جواهر، خودت میدونی که خیلی کارهای پرهزینه‌ای هستش. هر لاینی که میخوای اضافه کنی خیلی میتونه اذیتت کنه و فشار بیاره، هم از نظر مالی، هم از نظر فکری، ذهنی. بعد بحث خوبی رو شروع کردی، تبلیغات. خب همونطور که میدونی من هزینه خیلی زیادی برای تبلیغاتم دارم. آرایشگری که بیاد یه سالن بزنه و فکر کنه که خودش به خودی خود قرار رشد کنه، نه. رشد کردن سالن نیاز به کاتالیزور داره و اون چیزی جز تبلیغات و هزینه کردن نیست. یه سوال، چرا سالنت هزینه‌اش بالاست؟ یعنی که شما مثلا، من میدونم تو منطقه هزینه سالن و هزینه چیزی که از مشتری میگیرید 2 برابریه. البته یه بخشش مشتری مداریه که خیلی خوب میتونید اجراش بکنی، ولی اینو میدونی که یکی از گرونترین سالن‌های منطقه‌ای. خب ببینید، البته 2 برابر نیست، ولی آره قیمتی یه مقدار متفاوته، به خاطر اینکه خدماتی که ارائه میدم در حد CIP هست، حتی نمیتونم بگم VIP. خدماتی که ما برای مشتریانمون ارائه میدیم، مثلا یه نفر که میاد یه کار رنگ ریشه میذاره، مگه رنگ ریشه چقدر برای من هزینه‌اش میشه؟ میتونه 100 الی 200 تومن با یه سالن دیگه تفاوت داشته باشه، ولی میدونین روی چی هستش تفاوتش؟ اینی که دور سر مشتری رنگ نمیشه، این که رنگو نمیپاچیم به لباسش، اینی که گارانتی دارم برای اینکه اگه بین موهاش احیانا 1-2 تا موی اضافه سفید مونده باشه، بیاد من اینو براش بگیرم بدون هزینه. خب لوازم اینو یه بار مصرف در اختیارش قرار داده میشه. مهمتر از همه این که وقتی مشتری به اون قسمتی که نهایی کار میرسه که موهاشو خوش کنیم، کل موشو براش براشینگ میکنیم. این کار رو هیچ جا برای انقدر رنگ ریشه انجام نمیدن و معمولا حتی هایلایتش رو هم میان جلوی سر رو فقط براشینگ میکنن و هزینه کل براشینگ رو پای صندوق جداگونه از مشتری میگیرن. ولی من اگه میگم مثلا رنگ ریشه N تومن، این N تومن بابت همه این خدماتی که الان گفتم به اضافه یه براشینگ رایگانه. ما دیگه پای صندوق هزینه تراشی برای مشتریمون نمی‌کنیم و همون صحبت یه بخشش هم تبلیغات پر هزینه‌ای که انجام میدی. خیلی هزینه برداره، خیلی عالیه
و باید توی قیمت گنجونده بشه، ولی من اگه بخوام تبلیغاتم رو تو قیمتم بگنجونم در واقع قیمت من باید 4 برابر بشه که این کارو نمی‌کنم. اونو میذارم پای اینکه اوکی هدف سازی کردم، میخوام مشتری بیشتری به سالنم مراجعه کنه و اینو باور دارم که هر مشتری که یک بار مراجعه کنه به سالن من دیگه سالن دیگه رو انتخاب نمی‌کنه. خدماتی که توی سالن از پذیرایی گرفته تا اون حس آرامش که توی سالن من وجود داره، بی‌حاشیه بودن پرسنل و همدلی و همراهی مثل خانواده است و جالبه که هر کس وارد سالن من میشه خودش رو جزء خانواده سرخاب میدونه. و مهمترین قضیه‌ای هم که هستش، یه بارم بهت گفته بودم توی صحبت‌های اولیه که حالا با هم دیگه داشتیم چند وقت پیشا، اگه یادت باشه گفتی چرا موبایل تو در دسترس همه قرار میدی؟ چرا مثلا تلفن سالن تو یا یه موبایل دیگه داشته باش برای پاسخگویی تلفن؟ و من در جواب بهت گفتم که اتفاقا یکی از آپشن‌های سرخاب اینه که من همیشه در دسترس مشتریم باشم. مشتریم هر وقت هر سوالی کاری داشت، حتی توی تایمی که بالاخره سالن تعطیله یا بسته است، منظورم ساعت آخر کار هستش، توی اون تایم بتونه با من یه نوبت رو فیکس کنه یا بتونه با من در تعامل باشه. اصلا یه شکایت داره، یه نارضایتی داره، باید با من در تعامل باشه، باید با مدیر در تعامل باشه، چیزی که متاسفانه توی مجموعه های دیگه خیلی کمتره. پیدا میشه که شماره شخصی خودشون رو بذارن، ولی من اگه دقت کرده باشه حتی رو بیلبوردام شماره شخصی خودم رو میذارم، حتی تو سایتم هم که بری شماره شخصی خودم رو دارم.